فکر میکنید ارتش ساسانی، یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان، فقط با زور شمشیر اعراب شکست خورد؟ سخت در اشتباهید. ایران از بیرون شکست نخورد، ایران از درون خنجر خورد. اسمش روزبه بود، معروف به سلمان فارسی، زاده کازرون و از اشراف زادگان پارسی. اما وقتی برگشت لباس دشمن تنش بود. وقتی لشکر اعراب پشت دیوارهای بلند تیسفون گیر کرده بودند و نمیتونستن وارد بشن، این روزبه بود که راه مخفی عبور از رودخانه دجله رو بهشون یاد داد. او ایستاد و تماشا کرد که چطور کاخ کسری میسوزه. تماشا کرد که چطور فرش بهارستان رو با بیچی تیکه تیکه کردن تا بین سربازها تقسیم کنن. تاریخ به او لقب سلمان پاک داد. اما خرابه‌های تیسفون هنوز او را به اسم دیگری صدا می‌زنند: بزرگترین خائن تاریخ. به نظرت خیانت به خاک با هیچ بهانه‌ای پاک میشه؟ برای ورق زدن صفحات ممنوعه تاریخ ماورا رو دنبال کن.